بهترین ترکیب 5 نفره 2024 2025. لایک و بکوب روی ویدیو، بریم سراغ ترکیب. بدون شک اکثر جام‌هایی که رئال مادرید گرفته مدیون همین دروازه‌بانه، یعنی تیبو کورتوا، بهترین دروازه‌بان حال حاضر جهان. ویرجیل فن دایک سال 2020 بود که فن دایک تونست 50 بازی انجام بده. تا هر 50 تا بازی حتی یه دونه دریبل هم نخورد. درسته بعدش مصدوم شد و یکم اوف کرد، ولی اگه بخوام بهترین مدافع حال حاضر دنیا رو نام ببرم فقط میگم ویرجیل فن دایک. پدرو گونزالس معروف به پدری به خاطر توانایی فنی بالا، پاس‌های دقیق و دریبل‌های استادانه‌ای که توی 22 سالگی میزنه، این بازیکن تبدیل به بهترین هافبک میانی حال حاضر جهان کرده. میشه گفت مسی با نام لامین یامال دوباره به دنیای فوتبال بازگشته، یعنی بهترین وینگر راست حال حاضر جهان. بهترین وینگر چپ و مهاجم حال حاضر جهان کیلیان امباپه. امباپه رو تو ترکیبت داشته باشی همه کار میتونی بکنی. من که فکر نمی‌کنم، ولی اگه تو فکر می‌کنی که میتونی بهتر از این ترکیبو بسازی، حتما تو کامنت‌ها بنویس واسم.